سلام و عرض ادب میگم خدمت زبان آموزان عزیز. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین لبریز از سلامتی و عشق و انرژی باشین. Phrasal verbs، افعال عبارتی یا همون phrasal verbs ها در زبان انگلیسی افعالی هستند که از ترکیب فعل با یک حرف اضافه یا قید ساخته می شوند. این افعال معمولاً معنایی کاملاً متفاوت با فعل اصلی را دارند. امروز میخوایم درباره phrasal verb هایی که از ترکیب یک verb به علاوه down ساخته میشن صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. Number 1. Break down. Break down به معنای خراب شدن ماشین و یا احساس غم زیاد. My car broke down and I waited for help. My car broke down and I waited for help. دقت کنید دوستان، اینجا broke down گذشته همون break downه. ماشینم خراب شد و من منتظر کمک ماندم. break down به معنای خراب شدن. When her dog passed away, she broke down and couldn't stop crying. When her dog passed away, she broke down and couldn't stop crying. وقتی که سگ او درگذشت، او احساس غم زیادی کرد و نتوانست جلوی گریه خود را بگیرد. اینجا break down که گذشتش میشه broke down به معنای احساس غم زیاد. Number 2. Cut down. Cut down به معنی استفاده کمتر، کاهش دادن مقدار، خرج کمتر. Tom cut down on video games to have more time for studying. تام بازی کامپیوتری را کم کرد تا وقت بیشتری برای درس خواندن داشته باشد. Cut down اینجا به معنی کاهش دادن تایم، زمان بازی. Number 3. Hold down. Hold down به معنی نگه داشتن چیزی، مانع از حرکت چیزی شدن، حفظ موقعیت شغلی. Hold down the paper in the wind or it will fly away. Hold down the paper in the wind or it will fly away. کاغذ را در باد نگه دار وگرنه باد آن را میبرد. Hold down اینجا به معنی نگه داشتن. Suzanne has been able to hold down her job at the grocery store for 3 years. Suzanne has been able to hold down her job at the grocery store for 3 years. سوزان توانسته شغل خود را در فروشگاه به مدت 3 سال حفظ کند. اینجا hold down به معنای حفظ موقعیت شغلی. Number 4. Keep down. Keep down. Keep down به معنای تلاش برای کنترل و یا کاهش چیزی. To keep down the effect of inflation, I look for cheaper options when buying things. To keep down the effect of inflation, I look for cheaper options when buying things. برای کاهش تأثیر تورم وقتی که خرید می کنم دنبال گزینه‌های ارزان‌تر می گردم. Keep down اینجا به معنای کاهش. Inflation به معنای تورم. Number 5. Look down.
look down. look down به معنی از بالا به کسی نگاه کردن، نگاه تحقیرآمیز به دیگران، با حس برتربینی به دیگران نگاه کردن. Don't look down on classmates with different ideas. Diversity makes us stronger. Don't look down on classmates with different ideas. Diversity makes us stronger. همکلاسی هایتان با دیدگاه متفاوت را تحقیر نکنید. تنوع ما را قوی تر می کند. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نشه تا من بتونم انرژی بگیرم و ویدیوهای بیشتری رو برای شما آپلود کنم. دوستتون دارم. پیس.